این نقشه به نام بخاراییات میشه. خب بسیار خوب. بله باز این 8 کنج داره. 8 کنج از این یعنی 8 خانواده بزرگ ترک نشان میده. خب بسیار بله. خوب. و قسم که گفتین که یک داستان داره. این قالین که است بخارایی است. پشمش پشم بلژیکی کار شده، یکی از بلندترین قالین‌های ما شماست. نقشه از به نام کلاسیک یاد میشه، در رنگ‌های مختلف ما داریم. این قالین که است به نام گندمک یاد میشه. گندمک. بله بازی نمایندگر عزیز است که افغانستان یک کشور زراعتی است. یعنی بله این شما ببینید این قسمت‌هایش اونم قسم دیزاین شده. گلایش دیزاین بسیار مقبول داره، هم شیپش باز نظر به بازار شیپ‌های قالین‌های ما متفاوت است. این نقشه به نام علبخمل یاد میشه. نقشه است که از ازبکستان آمده است. دیگه این نقشه اصل از لباس گرفته شده است که گرفته شده. باز در قالین کار شده، بسیار یک شیپ مقبول است و قدمت نقشه که در قالین کار شده هم خیلی زیاد است، در حدود 300 الی 400 سال میشه. نسبت به قالین جایی که هر تار پود از قالین از هنر، فرهنگ و زحمت مردم ما را روایت می کند. هموطنان عزیز سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدین به یک برنامه کاملا جدید و متفاوت از چنل یوتیوب پنجره افغانستان. حلیمه حبیبی هستم و امروز باز هم در خدمت شما با یک برنامه جدید. قسمی که بر شما گفتم امروز ایره برتان نمیگم که کسایی که و دوستای ما که در خارج از افغانستان هستن برنامه ما رو بیننده باشن یا هم کسایی که در داخل افغانستان هستن. من میگم این برنامه رو باید همگی ببینن که مردم افغانستان چقدر زحمت میکشن و چی رقم قالین های رنگ رنگ و مقبول را میبافن. پس برنامه ما را تا آخر بیننده باشین و ایره همچنان بر شما نمیگم که قالین فروشی را که ما بر شما به معرفی میگیریم در کجا موقع داره. انشالله که در لابلای برنامه بر شما میگیم، در جریان از اینکه قالین ها را بر شما به معرفی میگیریم. و اگر میخواین که کسب کارتان به هزاران نفر تبلیغ کنین و همچنان نشان بدین، پس به شماره واتساپ زیل به تماس شوین و ناگفته نمانه که اگر میخواین از چنین برنامه های لذت ببرین و همیشه ببینین، پس صفحه ما را سابسکرایب کنین اگر تا هنوز نکردین. لایک و کامنت همچنان فراموش نکنین و برنامه ما را به دیگه فامیل ها و دوستایتان هم شیر بکنین تا اونا هم از دیدن چنین قالین های وطنی لذت ببرن و به خریدش بیاین بخیر. پس دوستای عزیز بیاین که برای شما از بهترین قالین های وطنی و دست بافه امروز برتان به معرفی بگیریم و دیگر پرحرفی زیاد نمیکنیم، شروع میکنیم. بخیر همراه با مسئولشان حرف و سخنهای خود را بعد از اینکه آدرس اینا رو به شما گفتم دیگه قالین های وطنی را بر شما نشان میدیم. سلام، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ تشکر، سلامتی بکام. میشه که در اول از خود یک معرفی داشته باشین و همچنان یونس بافت برای دوستای ما به معرفی بگیرین. محمد هارون عطار هستم، مسئول قالین فروشی یونس بافت. دیگه اینجا دیگه از نامش پیداست. یونس بافت یعنی شرکت تولیدی قالین و گلم یونس بافت است. ما بهترین قالینا را با بهترین شکل و بهترین دیزاین بافت میکنیم و عرضه میکنیم و تندارای ما ازش استفاده میکنن و در افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده قالین هستیم ما و بهترین و با کیفیت ترین قالینا را عرضه در مدت 25 سال که بله در اینجا فعالیت داریم. بهترین قالینا رو به وطندارای ما عرضه میکنیم. یونس بافت در کجا موقعیت داره؟ بله در چمن حضوری کابل هستیم. شرکت مرکزی ما اینجا است، دکان مرکزی ماست. باز ما در کشور هندوستان هم نیز نمایندگی داریم، در اونجا فعالیت های خود داریم، قالین های وطنی ما را به اونجا رساندیم، فروشاتش داریم. بله و به می خاطر ما میخواستم که سوال بعدی من میشیز باشه که اینجا دو تا لوکیشن در بنرای شماست. یکی می فعلا که ما موقع داریم چمن
و پایینش نوشته است دهلی جدید. باز بله. کاربارتان در اونجا چطور است؟ همه قسم اینجا همه قسم پر رونق است، مردم میاین میخرن؟ بله اونجا خیلی به شکل خوب است، چون در اونجا سیاحین زیاد می از تمام کشورها به خاطر جای تاریخی داره و همچنان در اونجا به خاطر از نمی فروشات قالین هم خیلی خوب است. ما فروشات خیلی خوب داریم از قالینای نو و همچنان قالینای استفاده شدگی در اونجا زیادتر فروشاتش است. در اونجا هم کس همه قسم تمام قالین ها وطنی است، مربوط به افغانستان میشه؟ بله تمامش قالینای وطنی است. بافت خودمون شما از بهترین دیزاین های ما رو در اونجا عرضه میکنیم. ما اینجا یک بروشر دیگه هم پیش است، دوست شما از نزدیک ببینین. این پسرک یک قالین وطنی به سر شانش است، چقدری مقبول معلوم میشه و یک جمله بسیار مقبولی نوشته کردن که قالین وطن گره خورده با عشق هنر. اما قسم از واقعیت که گره خورده با عشق هنر است. خب اینجا شما مصروف ازی بودین که بعض از قالین ها را میشیندین؟ بله. اینا قالین ها خرد هستن؟ نمیفهم که چند متر است؟ بله این قالین ها که 1.5 متر مربع است. بسیار خوب. سایزش دیگه خرد. بعض وطندارای میاره به خاطر پیشروی میز میگیرن یا بعض جای زینتی دیگه. هر قالین ما یک قصه و داستان داره. این قالین ما همچنان از اون قالینایی هست که یک داستان بسیار عمیق در نقشای ازی در کار گرفته شده و همچنان دیگه با یک عظمتی ساخته شده است. خب در قالینای وطنی ما هر کدامش نظر به یک روایت، نظر به یک داستان جور شده است. خب این قالین ما باز زیاد اشاره نکنیم که مستقیم به وطندارا بگوییم که این نقشه به نام بخاراییات میشه. خب بسیار خوب. بله باز این 8 کنج داره. 8 کنج ازی یعنی 8 خانواده بزرگ ترک نشان میده. خب بسیار بله. خوب. و قسم که گفتین که یک داستان داره، واقعا که یک داستان داره. کدام قسمتش گفتین؟ این نقشه که دم بین میبینین؟ این قسمت؟ بله. خب بسیار خوب. این 8 کنج داره. 8 کنجش نمایندگی ازی میکنه که این 8 قبیله ترک یعنی با هم برادر هستن، یعنی جدا نیستن. خب. بله. و امی قالین که است توسط دستباف عمو مردم است؟ دستباف دیگه فقط نه خیر، فعلا در افغانستان در سمت شمال بافت میشه. نقشه از بخارای شریف آمده که این نظر به می روایت که براتون گفتم ساخته شده و جور شده. باز در بعض از این قالینا باز 8 شاخه داده شده، دیش 8 شاخه داده است. در اصل ازی که است 8 شاخه داره. 8 شاخه داره. بله. او همی چیز روایت میکنه؟ بله. بسیار خوب. همه قسم که به شما بسیار جالب بود. خب باز ما دیگه قالینا هر کدامش یک داستان داره، یک روایت داره که هر کدامش که ما برتنوار بکنیم حتما سر موضوع اصلی از صحبت کنیم. حتما. اینی قالین همراه با این قالین یک دیزاین نیستن یا نه فرق میکنه؟ رنگش یک رنگ است. قالین به نام زرخاکی یاد میشه. خب چون قالین 18 متر است ما میگه براتون در جریان برنامه از قالینای خردش ان شاء الله که براتون نشان میدیم وطندارای ما ببینن. باز در نقشه‌های ازی هر نقشه‌ای که درش کار شده ان شاء الله برشون توضیحات میدیم. بسیار خوب. پس دوستای عزیز از این اول برنامه قسم دیگر چی میگن بسیار جذاب شروع کردن. پس تا آخر برنامه ما رو بیننده باشین، ببینین که کدام دیزاین ها و رنگ ها رو بر شما به معرفی میگیریم. دوستای عزیز هم از قالین هایی است که امروز بر شما به معرفی میگیریم. نام خدا بسیار زیاد هم هستن. پس بیاین که دیگه هم شروع کنیم بدون وقفه و هارون جان در مورد از اینمی قالین بر ما بگوین چه خوب یک رنگ داره مت روشن. این قالین که است بخارایی است، پشمش پشم بلژیکی کار شده، یکی از بلندترین قالین‌های ما شماست. نقشه از به نام کلاسیک یاد میشه، در رنگ‌های مختلف ما داریم. بله این نقشه دیگه قبلا دیگه قسمت‌های گل که بود صلیب کار شده بود. باز پسان که ما متوجه شدیم باز یک نقشه‌ای که دیگه برش دادیم گلک دیگه که بسیار مقبول معلوم میشه. وقت به نام کلاسیک یاد میشه، کلیسا یاد میشه، حالا به نام کلاسیک یاد میشه. چطور که قسم یک نقشه را کار کرده بودن؟ خب نقشه که است بالعموم ما پیشتر براتون گفتیم از قدمات خاص برخوردار است. از اون خاطر ما از بعض قالینایی که بله باز او قالین باز چون که ما متوجه شدیم که صلیب داشت به نام کلیسا یاد میشه، باز ما این را تغییر دادیم به نام کلاسیک و در نقشش هم باز تغییرات آوردیم. بسیار خوب گپ است. و قیمتاش دیگه برنامه نمیگه، مقصد زیاد دوستای ما در برنامه کامنت کرده بودن که
چی فایده که ما اینا رو میبینیم ولی قیمتش بله. نمیفهمیم. قیمتش یک جوره قالین 6 متره ما از $800 الا $2200 $2300 ما قالین داریم. یعنی وطندارای ما تشویش نداشته باشن، قالینای ما از $2300 یک جوره 6 متره قیمت نیست. بسیار خوب. و همچنان گفتن همونه که باز شما بیاین از نزدیک هر کدام شک خوش کنین دیگه، منی شما را ناامید نمیسازن، شما خوش کنین براتون تخفیف هم میکنن. چرانی؟ بله 100%. خب قالین دومی اما قسم بسیار که دیزاینه که مقبول و ساده معلوم میشه. بله. و اما قسم یک رنگ روشن داره. میفهمین که افغانستان عزیز ما در تمام جهان به نام از این قالین میشناسن. بله، یعنی ما قسم گفتیم که یک رقم آشنا و معلوم میشه اما دیزاینش. این قالین ماور است دیگه، کیفیت کوالیتیش خیلی خوب است و همچنان بافت ولسوالی شیرین تگاب است میمنه بسیار خوب بافت شده، کوالیتی ها بسیار خوب داره، بسیار شیپ مقبول است دیگه. شیپش مقبول است. یعنی قالینایی که به نام ماور یاد میکنن نسبت به قالینای دیگه چی فرق داره که قدر زیاد همگی طرفدارش هستن؟ بله، یکی خب ما نقشه ماور داریم، یکی جنس ماور داریم. این قالین هم نقشهش ماور است هم جنسش است. بسیار خوب. قیمت از اینا رو هم دیگه در حدود چقدر بر ما گفته میتونین؟ خب قیمت از دیگه از $800 شروع تا $1500. بسیار خوب. بافتش کجایی است؟ بافتش ماور شیرین تگاب است، در شیرین تگاب میمنه بافت شده. بسیار خوب. و این دیگه بهترین رنگ که همگی زیاد خوش دارن، آل مود هم است، بسیار یک دیزاین مدرن هم کار شده. و سبکتر معلوم میشه نسبت به اونا یا نه؟ من اون چیز احساس کردم شاید وزنش دست ما برداشته باشه. بله، باز این شیپ که است به نام کرک نقشه یاد میشه. بله. خوب این نقشه که است در قالینایی که بلوچی بافت میشد در اونا بود این نقشه. ما این قالینا رو در ترکمن بافت هم آوردیم. این نقشه را بسیار یک نقشه مقبول است، جنسیت خیلی خوب داره و همچنان ما این در رنگ‌های مختلف بافت کردیم. بله. کدام رنگ‌های دیگه است؟ بله، رنگ فولادی ازی است، رنگ سبزش است، رنگ لاجوردیش است، رنگ جگریش است، تمام رنگ‌ها را داریم. اونمو رنگایی که کلی زیاد خوش میکنن و دیگه ای که من فکر نمیکنم که از این رنگ بگذرن، بخاطر کریمی و سرمه‌ای دیگه یک جای که شده. بله، آفاید فولادی هم کم تم داره، بسیار مقبول معلوم میشه. این دیگه بافت ولایت جوزجان است، ترکمن بافت مردم ولایت عزیز ما جوزجان. بسیار خوب. این هم قسم این قالین که به نام گندمک یاد میشه. گندمک. بله، بازی نمایندگر عزیز است که افغانستان یک کشور زراعتی است. یعنی بله، این شما ببینید این قسمتایش اونم قسم دیزاین شده، گلایش دیزاین بسیار مقبول داره. هم شیپش باز نظر به بازار شیپ‌های قالینای ما متفاوت است. ما بدایش کمک کارا را زیاد کردیم، بدایش رنگای پخته است، رنگای سنگین است، شوخ نیست. بله. و هر رنگ دی کار شده. اگر شما باز بخواین اتاقتان به نوع رنگ دیزاین کنین میتونین. سعی کنین رنگا که فیروزه‌ای بسیار پک در هر رنگ ست میشه، سرمه‌ای، کریمی، فولادی، هر رنگ که شما بخواین اتاقتان دیزاین کنین به این میتونین. بسیار زیاد وقت که مقبول است. و بافتش کجایی است؟ بافتش مزار شریف است. همین نقشه در جوزجان هم بافت میشه، لیکن این قالین که بافت مزار شریف است. بسیار خوب. و رنگ بعدیش هم باز هم از اینمی رنگایی است که دیگه دل کلگی رو میبره. من میفهمم این قالین ما پیشتر یک قالینچه پیشتر براتون معرفی کردیم که به نام بخارایی یاد میشد، نه؟ بله، در اول برنامه. بله. بازی رو براتون گفتیم که این 8 کنج داره که نمایانگر از چیز است. باز اینجا باز همین شاخه که است 8 برگ داره، میبینید 8 شاخه داره. بله، بسیار خوب. و این رنگش ببینید چقدر خوب یک رنگ داره. جلویش باز هر کدامش فرق میکنه آرون جان. مثلا یک شی ببینین یک رنگ که متفاوت، اینو ببینین خوبم که جلادار به خاطر مواد است که کار میشه. بله، به خاطر از اون است، نظر به رنگش هم است. هر قالین که است باز جلویش خاص خود داره. باز رنگای کریم است و جلویش خود نمایانگر نمیکنه، جلویش خود نمایانگر میکنه. بازی ما در حین همین قالین تقریبا در حدود 12 الی 13 رنگ در قالین کار شدگی داریم. 12 الی 13 رنگ. یک نمونهش است. باز در این رنگ تاریک‌تر داریم، در اینمی رنگ باز رنگ کریمیش داریم، در کریمی هم چندین رنگش است، رنگای سبزش است، جگریش است، آبیش است، فولادیش است. میتونم وطندار تا در اینمی قطارهای قالین ما ببینن که در اونجا رنگ گوشتیش است، در قطار بلندترش که از آبی رنگ اوی است، آبی اوی است. باز
دیگه یک اینجا رقم مایل به فولادی بسیار پک گفته میشه. اینجا رنگ کریمیش است، در کریمی هم دو رقم است، میبینی یکی اینی رنگش است یکی این رنگش است. بله بسیار خوب. خب ایران ما رقم میزنیم که وطندارای ما دیگه رنگاش. هارون جان در این هفته یا در دو سه هفته که میشه کدام رنگ زیاد پرفروش بوده بر شما و کدام دیزاینر را امو مردم ولایت ما که بسیار زیاد یعنی بافتن و مقبول بوده زیاد شما فروشات کردین؟ فروشات ما از تمام قالین‌ها زیاد است. همین قالینایی که در اینجا مانده ایام فروخته شده است. فروخته شده؟ بسته‌بندی شده به مو خاطر. بله. باز این قالین همون قالین رنگ جگریش است. جگریش است. جگری و سرمه‌ای گفته میشه یا لاجوردی میکس. بسیار مقبول کار شده. و هر چقدر که سالها بگذره ولی می قالین هایی که رنگ جگری می داشته باشن هیچ از مود نمیره. همگی خوش میکنن. وقت که زیاد مقبول است و در هیچ خانه نیست که طریق قالین نباشه که رنگ جگری نداشته باشه. خب رنگ اصیل قالین وطنی ما شما جگری است. باز چون به خواست مشتری‌ها و وطندارای ما بوده که ما یار در رنگ‌های مختلف باز یار کار کردیم. یعنی باز رنگ زمردی است. بسیار زیاد یک رنگ مقبول متفاوت. ما زیادتر به خاطر از این پوکست ما در یک گل چندین رنگ بوده که وطندارای ما بفهمن که ما در هر گل که میخواین ما رنگای متفاوتش داریم. گرچه چون وقت برنامه تان کم است ما از یا چندین نمونهش گرفتیم. ما رنگای مختلف داریم حتما. رنگایشون و دیزاینشون هم قسم مختلف است. شما ببینین که رنگ هم سبز روشن کار شده تیره گفته میشه. همراه با سرخ و سرمه‌ای یا لاجوردی که میکس شده بیخی دیگه دیزاینش کشیده. و اگر شما را در اتاقتان تصور کنید که اگر یک مهمانخانه باشه یک جای شما را دیزاین کنید چقدر مقبول معلوم شود. اما رنگ رخ خانه تان هم میکشه. بله. و خب در مورد از این بگوییم که بافت کجایی است؟ این در خماب ولایت جوزجان بافت میشه. خماب همون نقطه صفری است که مرز ترکمنستان و افغانستان است. آخر دریای آمو دیگه. بسیار خوب. باز اینی قالین ما یا به نام زیرخاکی یاد میشه، زیرخاکی کوزه‌گل میگن. باز اینی نقشا که است نقشای آثار عتیقه است. اون کوزگک‌ها را میبینین، سرایی‌ها را میبینین نه؟ بله. ما گفتم که واقعا یک دیزاین کاملا متفاوت. هر چیزی که اینجا کار شده از خود یک فلسفه یک قصه داره. بله. باز اینی نماینگر از این است که افغانستان یک کشور تاریخی است. تاریخی است. و زیاد نرم هم است نه؟ بله. باز کوالیتی جنس قالین باز خیلی بالاست. بله. با رنگ سبز کار شده. ما رنگ‌های مختلف از این داریم. رنگ جگریش هست، همین رنگش هست، رنگ‌های کرمش هست، رنگ شوتریش هست. تمام رنگ‌های از این داریم باز. واقعا که بسیار زیاد مقبول است و بخصوص می دو دیزاین آخر که بر شما نشان دادیم که رنگ سبز در خود میگذارن دیگه واو واقعا عالی است. و اینجا هم باز هم یک دیزاینه که کریمی رنگ کریمی دیزاینش متفاوت که زرد هم یک کم تون کار شده. این نقشه به نام علبخمل یاد میشه. نقشه است که از ازبکستان آمده است. دیگه این نقشه اصل از لباس گرفته شده است که گرفته شده. باز در قالین کار شده بسیار یک شیپ مقبول است و قدمت نقشه که در قالین کار شده هم خیلی زیاد است. در حدود 300 الی 400 سال میشه. نسبت به قالین های دیگه که برشمان شوندیم این کم نازک‌تر است. چرا؟ بله. این بافت مزار شریف است، بافت ولسوالی کلدار. چون هر قالین موکه است در هر منطقه که بافت میشه خاصیت و کوالیتی جداگانه خود داره. بسیار. بله. هم ظرافتش فرق میکنه، بافتش هم فرق میکنه. دیزاین های ازی باز چه قسم است؟ چون همه‌اش هر رقم دیزاین داره. شما بر کسایی که خودشان نمی‌یارن میبافن خودتان میگین که قسم طراحی شوه یا نه کم تر ما از هر کدامش گراب جور میکنیم. بعد از اون گراب برشان توزیع میکنیم. از روی گراب باز بافت میکنیم. بسیار خوب. ما گفتم که دیگه حتما یک دلیل داشته باشه که قدر دیزاین مختلف بافت بکنن. ایره ببینید دوستا چقدر مقبول است. از همه‌اش متفاوت. مملوک یاد میشه. این از لحاظ تاریخی نقشه تاریخش دیگه ممکن به هزارها سال برسه. چون نقشه مملوک فعلا دیگه اختصاص به کشور مصر شناخته میشه. لیکن در اوایل این در هندوستان هم بوده. باز بعدا باز به این شکل به تدریج تا مصر رسیده که این نقشه در جایهای تاریخی مصر در ویدیوات و در تلویزیون ها ما میبینیم مشاهده میکنیم که این نقشه وجود داره. بسیار خوب. وقت که زیاد مقبول است کدام مردم کدام ولایت ما ایره بافتن؟ این بافت از یام کس مزار شریف است. در کلدار مزار بافت شده گیست. بسیار خوب. باز ما در این رنگ های مختلف داریم و در نقطه مختلف بافت شده. باز اینجا ما رنگ شتریش داریم که در قرقین ولایت جوزجان بافت شده ترکمن بافت است.
هارون جان اینم قسم که دیزاین ها و رنگ ها و ایناش فرق میکنه، باز در ولایت های مختلف که بافته میشه اونمون موادشون باز فرق میکنه، از موادهای جداگانه استفاده میکنه. بله بله. همون طوره که مثلا قالین تفاوت میکنین، اینجا میبینین او پشمش مرینوس است، اینیا راست پشمش ولایتی است. از هر کدامش هم پشمش فرق میکنه. رنگایی که دیگه ما کار میکنیم رنگا تفاوت داره، قیمتای رنگا تفاوت داره. برای یکی از دوستای ما که برای اولین بار میخواین یک قالین وطنی را خرید بکنن، بله. کدام گزینه ها را باید مد نظر بگیرن؟ گفته اصطلاح هم ده جانشان دیگه نزنم، بله. بهترین و با کیفیت ترین باشه. یکی چیزی که نال زیادتر مد نظر باید گرفته شود بافت قالین است که چه رقم بافت داره، مثلا کیفیت بافتش، کوالیتیش چه رقم است. قالینی که بافتش میده بود، صاف بود، پاک بود، او قالین بهترین قالین است. و در ضمن باز رنگ قالین باید پخته باشه، رنگ شده نباشه. مثلا نه باز متوجه باشن قالین وقتی که میخواین قالین جدید بخرن مستعمل نباشه. نه مستعمل نباشه. بله. بسیار خوب. خب اینو ورق بزنید. دوستای عزیز، بر شما یک چند مدل دیگر همچنان به معرفی میگیریم، همراهمان باشین. دوستای عزیز دوباره خوش آمدین. باز هم بر شما یک رنگ بسیار مقبول کریمی، یک رنگ روشن که همراه خود دیگر رنگ ها هم میکس داره را براتون به معرفی میگیریم و میشه که در مورد از این قالین بر ما بگین. این هم قسم نرم مال میشه سعی کنین خودتان. این قالین با قالین قبلی ما در یک نقش است لیکن در جای متفاوت بافت شده. قالین در قرقین و ولایت جوزجان بافت شده، ترکمن بافت است. و قالین قبلی را که دیدین او در ولایت بلخ یعنی مزار شریف در ولسوالی کلدار بافت شده بود. و نقشش همچنان کم فرق میکنه؟ نقشش یکیست، فقط در حساب رنگ تفاوت داره، دیگر تمام چیزش یکیست. بله. بسیار خوب. ما در این ناگفته نمانه که تنها این دو رنگ نیست، ما در تقریبا در حدود 12 رنگ داریم. رنگ فولادیش هست که ما در قطار دیگه داریم، در رنگ کریمی با رنگ جگری و سرمه‌ای میکس داریم، رنگای کریمی با سبز میکس داریم. رنگایش متفاوت است. مقصد هر رنگ که وطندارای ما باز بخواین میتونن که از ما دیگه خرید بکنن و یا است که میتونن که در واتساپ ما مسیج بکنن و یا در پیجای ما، پیج یونس بافت، باز ان شاء الله که ما برشون تصاویرایش و ویدیوهاش ارسال میکنیم. در مورد هموطنای ما که در خارج از افغانستان زندگی میکنن فرمایش گرفتیم تا هنوز فروشاتتان هم به اون سمت است؟ بله، تقریبا در حدود 90 الی 95% فروشات ما فروشات خارجی است. فعلا از طریق آنلاین، از طریق حضوری از ما خرید میکنن. ما کارگو داریم، در ظرف 15 روز کاری به در منزلشون در هر نقطه دنیا که باشه برشان میرسیم. بسیار خوب. دوستان عزیز، 95% از خریدارهای یونس بافت یعنی قالین های وطنی دوستای ما هستن که در خارج از افغانستان زندگی میکنن. چرا کسی که در افغانستان هستن از این قسم قالین ها شما خرید نمیکنین و دیگه این قالین هایی که از دیگر جاها هست شما انتخاب میکنین، با وجود که ما قدر یک قالین های مقبول داریم و باید شما از مردم افغانستان، از دختر خانم هایی که اینمی قالین ها را میبافن حمایت کنین. پس اینمی حمایتتان میره نشان میده که باید از این قالین ها خرید بکنین. و قسمی که من هم اشاره کردم اینا تمامشان دیگه دست باف دختر خانم های افغان است. بله. این یکی از زحمات خواهرای ماست که توسط دستشان با زحمت با مشقت بافت میکنن. یگانه کسی که همی فرهنگ، همی میراث تابال انتقال دادن خواهرای ما شما و نگاه کردن خواهرای خود دختر خانم های افغان ما هست. چقدر مدت در بر میگیره که یک قالین با اینمی دیزاین و مقبولیش بافته میشه؟ بله، این قالین هر دانه ازی در حدود 3 ماه 3.5 ماه وقت میگیره که بافت میشه. بله، 3 نفر سرش کار میکنه، بافت میکنه. بسیار خوب. میشه در مورد این قالین هم که گفتین به نظرم این قالین که تازه جوره است. ما از خاطر از یک چند تخت قالین ما به شکل جوره گرفتیم که وطندارای ما بفهمند که ما از این قالینا یک دانه ای نه بلکه میتونن که چندین دانه را از ما خرید. بله، بدون شک. و همچنان گفتنمونه به هر رنگ که شما بخواین و به هر سایز همچنان هم است. بله. بسیار خوب. هر سایز به هر رنگ خواسته باشن ان شاء الله موجود است. اینی قالین ما در اول قالین دومی بود فکر کنم که به نام کرک نقشه گفتیم این رنگ فولادیش است. بله. هارون جان، قبل از اینکه به معرفی بگیرین قسم یک مشتری بوده که بر شما در داخل افغانستان یا خارج از افغانستان که یک دیزاین خودشان آورده باشن بگوین که از این بعد ما ببافین یا شما موجود داشته باشین، امکان داره؟ بله. ما زیاد قالینا هست که ما به فرمایش بافت میکنیم و در بافت هم همچنان داریم. بله.
خوب و اینو ببینید چه خوب یک رنگ مقبول داره. رنگش هم مقبول است، دیزاینش هم خیلی یک دیزاین زیباست و کوالیتیش هم خیلی خوب است. میتونم وطندارای ما اگه به شکل احسن از استفاده بکنن، به سالیان دراز میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی چه قسم نگهداری ضرورت داری قالینو؟ بله، خوب یگانه چیزی که میتونن وطندارای ما یا مراعات بکنن، یعنی در طرز استفادهش یکی جارو برقی است که برآمده از استفاده میکنن، پت قالین طرف خود کش میکنه، عمر قالین کم میکنه. و دیگه از جایی که مثلا قالین نمبرد میشه یا اتاقشان نم است، از او باید نگاه بکنن. و یا است که بعض وطندارای ما بی‌پروایی میکنن، یخچال خود میمونه، یخچال که از خود یک حرارت تولید میکنه، اما قسمت قالین یا میشاره یا است که نمبرد میشه. بسیار خوب. چقدر حیف میشه که قالین به این زحمت بافته شده او را باز سر یخچال بانم همه قسم است. رنگ از اینام گفتم که بسیار مقبول است. بافت کجایی است؟ این بافت جوزجان است، ترکمن بافت جوزجان است. بسیار خوب. و دوستای عزیز در مورد قیمتش بر شما گفتن که از حدود این قدر تا این قدر بر شما میایه. با شما میتونین که خودتان همچنان بیاین از نزدیک ببینید. اینی هم فکر کنم ممو است. بله، یا جورش هست. ما بیشتر براتون گفتیم که از چندین قالین ما به شکل جورایی گرفتیم، گرچه کلگی از یا جوره است. میتونن جورام از ما خرید بکنن، طاقم خرید بکنن در هر سایزی که خواسته باشن. از 1 متر الی 24 متر در هر قالینی که انتخاب میکنن ما موجود داریم ان شاء الله. میتونن سفارشای خود دیگه باز به پیجای ما ارسال بکنیم که ما در خدمتشون هستیم. هارون جان، این نمایندگیتون زیاد فروشات دارین یا در دهلی که است؟ اینجا چون مرکز است، بله. فروشات ما اینجا زیادتر است، چون از اینجا ما در تمام کشورهای دنیا ارسال میکنیم. خب در هندوستان تنها کسایی که در اونجا به سیاحت میان اونا خرید میکنن. و همچنان در پهلوی قالین دیگر کدام محصولات و مدل ها را شما در اینجا دارید؟ ما در پهلوی قالین دیگه گلم داریم، بسیار گلمای خوبش، گلمای دستبافت هم قیمتش خیلی مناسب است. از قالینای ترکی ایرانی که دام تا ارزان است. من به این خاطر میگم که یعنی چرا وقتی که ما قسم قالین ها و گلیم ها در افغانستان داشته باشیم بریم از قالین های دیگر استفاده بکنیم. پس بعد از یک چند نمونه از گلیم همچنان برای دوستا به معرفی میگیریم با رنگ های مختلف. دیگه هم بر ما بگوییم. این قالین که است یا به نام زیرخاکی یاد میشه. پیشتر که ما یک نقشه رنگ سبز از زیر به معرفی گرفتیم. این رنگ سرمه‌ای است. یا ما رنگ‌های متفاوت داریم. از تقریبا در حدود 10 الی 12 رنگش هست. رنگ نیلش هست، سرمه‌ایش هست، آبیش هست، جگریش هست، دیگه رنگای کریمش هست، فولادیش هست. تمام رنگ از این موجود داریم. باز این یک رنگ است بسیار رنگ شاد است. زمینی از این سرمه‌ای کار شده، رنگای فولادی و رنگ سبز و جگری دلا بالای گل کار شده، بسیار مقبول. دیگه میتونم وطندارای ما دیگه از قالینا استفاده بکنند. و بهترین مواد اولیه‌ای که در می بافت می قالین ها استفاده میشه، همون بهترینش با کیفیت ترینش چه رقم مواد است؟ بلندترینش ما یکی بلژیکی داریم، بلژیکی که از جرمنی می آمد و دیگه پشم اندونزیایی داریم، چیز می بخشین نیوزلند. پشم نیوزلند داریم، عراق داریم، ایران است، ترکمنستان است، از چین می بسیار پشمای خوب است، هندوستان است، پاکستان است و همچنان بلندترین کوالیتی که بازده بین از یاد داره پشم خود ما و شماست، پشم وطنی ما و شماست. خب هر کس باز از پشم خوش میکنه، وطندارای مختلف است، چون قالینای بلژیکی که از در ماشین تا میخوره کمک نازک می، طبیعتش نازک می باشه. باز قالینای وطنی ما معمولا تقریبا در حدود 70%ش در دست ریشیده میشه، از او خاطر کمک بافتش دبلتر میه. باز یار دیگه هر کس که اونا رو خرید مشتریای ماست، بعضیش بلژیکی را خوش میکنن، بعضیش باز پشم وطنه که دست تا خوردوار خوش میکنن، یا ترکمنستانی که بسیار بالا پشم داره، کیفیت کوالیتیش خیلی خوب است. و همچنان پیشتر وقتی که شما بعض قالینا را که دست میزدین نرم بود، پشم ترکمنستانی با کیفیت خیلی خوبش بود. پشم ترکمنستانی بود و با خاطر اون مواد که کار شده بود اونم دیدین که کم فرق میکرد. خب در مورد ازی بر ما گفتیم؟ بله، قالین دیگه نقشش زیرخاکی است، رنگش دیگه رنگ سرمه‌ای است، بافتش ولایت جوزجان است، ترکمن بافت است. دیگه رنگ‌های متفاوت از ایران داریم. باز هر وقت وطندارای ما خواستن میتونن که از هر رنگش ما برشون ارسال بکنیم. بسیار خوب. خب این آخرین قالین است یا کدام؟ بله، این آخرین قالین بود که ما شما یاره چیز کردیم به معرفی گرفتیم. قالین آخری هم که است، اینمی دیزاین است، اینمی رنگ است، جوری. قالین دیگه که ما در خود قالین دکان آور کرده ماندیم که اینی قالین یوسف بایی است. بله.
بله این هم دیگه رنگ‌های متفاوت داره. این باز پشم بلژیکی یک تاره اصل جرمنی کار شده. بسیار خوب. و واقعا چی یک رنگ داره؟ باز یک دیگه رنگ ظرافتش هم بسیار خیلی تیز زیاد است. می‌بینید که میده کاری و دیزاینش بسیار به دقت کار شده که حتی یک نقطه هم تا بالایی نداره. واقعا که زیاد مقبول است. خب دوستای عزیز، بیننده برنامه ما باشین، انشالله که با شما هستیم و معرفی میگیریم مدل ها و محصولات دیگری که در یونس بافت موجود است. دوستای عزیز، فعلا هم رسیدیم به قسمتی که میخوایم گلیم ها را بر شما به معرفی میگیریم. من هم کنجکاو هستم که فروشات شما در گلیم چطور است. اما قسم که یعنی مردم قالین خوش میکنن، حالا هم هستن مردم هایی که گلیم خوش کنن و بیان خریداری کنن. ما در گلم یک فروشات عمده داریم، یک پرچون داریم. ما در گلم دیگه فروشات عمده ما خیلی زیاد است نسبت به قالین هم حتی زیاد است، چون قیمت مناسب داره. به خارج از کشور یعنی اروپا فروشات خیلی بالا داره، امریکا هم قیمتش مناسب است، هم جنسیت خوب داره، هم دکورش خیلی بالاست. ما به طور نمونه یک 5 الی 6 تختیش مد نظر گرفتیم برتون جوار میکنیم، میتونن وطندارای ما ببینن. باز ان شاء الله اگر ذوق دلشان بود میتونن که باز خرید بکنن. چرا نه. محمد هارون جان، بیشتر قالین های وطنی را بر کدام اتاق پیشنهاد میکنین و گلیم را به کجاها پیشنهاد میکنین که استفاده کنن؟ نظر به جایی که استفاده که میکنن وطندارای ما مختلف است. بعض وطندارای ما مکمل در خانه گلم استفاده میکنن، بعض وطندارای ما مکمل قالین استفاده میکنن. باز میشه وطندارای ما چی در خارج از کشور هستن چی داخل کشور هستن میتونن که در دالیزا در برندا میتونن که از گلم استفاده بکنن. و بعض وطندارای ما زیادتر شوقی چکر هستن، میتونن که در پشت موتر خود یک دونه گلم بانن که فامیل خود گوار کنن در اونجا تفریح بکنن. بسیار یک هم وزنش کم است، هم شیپ خوبش داره، هم راحت است. بله. پس بیاین که ببینیم اول از اینمی رنگ گلیم شروع میکنیم. در مورد کیفیتش باز چگونه است اینا؟ این گلم که از به نام قلمیری یاد میشه، به رنگ چوبی کار شده یا چوب رنگ است. بله. در میمنه بافت شده، ازبک بافت است. باز ما در این سایزهای متفاوت داریم. بعض وطندارای ما چون سالونای کلان دارن میتونن که در اونجا استفاده بکنن، حتی تا 25 مترش هم در اینجا موجود داره. ماشاءالله بسیار خوب. و این هم یک رنگ است که رنگش بسیار زیاد مقبول است. بله. این زمینه را جگری کار کردن، میشه قهوه‌ای هم بکنن لیکن رنگ جگری است. بسیار مقبول است. اما از دور بس قهوه‌ای معلوم میشه. قهوه‌ای معلوم میشه. بسیار زیاد مقبول است. رنگ دیگه‌ش هم می‌بینیم. این هم یک رنگ روشن، کسایی که رنگ تاریک خوش ندارن و میخوان اتاقشان یا جایی که دیزاین میکنن روشن معلوم شود. این هم بهترین رنگ و بهترین گزینه بودن. باز یک خوبی که در گلمای ما هست میتونن که دو طرف از این استفاده بکنن. بله دو روی است. بله. این هم روی دیگه‌ش. هر دو طرفش هم قابل استفاده است. بله. خدر فرق یعنی نداره. بله بله. خب چقدر هم یک رنگ مقبول دارد. هر رنگ کار شده، تو نیست که مثلا بگوی مینیمی رنگ داره. هر رنگ کار شده. زرد هم گفتم میتونی سرمایی هم گفتم میتونی آبی، سرخ. شیپای متفاوت هم باز در داریم. بله شیپاش هم متفاوت است. و این رنگش ببینین دیزاینش طراحیش همچنان فرق میکنه. قیمتاشون در حدود چقدر میاد اینا؟ قیمتای از جا دیگه ارزان است. در حدود 12,000 افغانی سر کدامش. بسیار خوب. فکر کنین دیگه قالین ترکی ایرانی دیگه قیمت نیست که در ماشین جور میشه، خب با زحمت جور میشه، ممکن در یک دانش در یک ماه بافت شود. در یک ماه بافت شود. بسیار خوب. و این هم ببینین یک دیزاین و طراحیش هم چون فرق میکنه، با وجود که رنگش هم چنان فرق میکنه. و چقدر قیمت مناسب بر شما گفتن بدون جگره. دیگه خودتون که بیاین که باز خوش کنین و جگره کنین دیگه از هم که حتما براتون قیمتش پایین میکنن. کمتون امکان داره مترس؟ خب تا جایی که امکان داشت ان شاء الله که ما به خاطر وطندارای ما جور کردیم ان شاء الله که. و هم ببینین رنگ که نارنجی در زیاد کار شده، چقدر خوب وقت مقبول یک دونه از نمیره قالین گلم کلانش هم تا کنین که وطندارای ما ببینن که ما در این سایز کلان هم داریم. بله سایز کلان. خب دوستا فعلا از این به شما یک سایز کلانترش هم نشان میتن. کسایی که اینمی دیزاین ها رو خوش دارن باز میتونن که سایز کلانش همچنان اینجا بخرن، یعنی به هر سایز و به هر رنگ دیزاین های مختلف موجود است. و این هم قسم به شکل قالین است که شما خودتون طراحی میکنین که این دیزاین باشه. بله بله. باز اونا بافت میکنن. هر نقشه که مثلا ما طراحی میکنیم جور میکنیم باز او را به بافنده ارائه میکنیم، تارش هم میتیم باز اونا بافت میکنن. ماشاءالله. ایره ببینین دوستا هم دیزاینش فرق میکنه، هم
طراحیش و رنگش کلانش ما ببینید چقدر کلان ببینیم است. که چندین نقشه را میکس دی کار کردیم. اون بله. طرف شکش کردم. بسیار خوب. اینا دوستا شما ببینید واقعا که مقبول است. باز دی ما رنگ‌های مختلف هم داریم، نقشه مختلف داریم. می‌بینید چقدر بزرگ است، میتونن وطندارا دیگه از یا حتی برای یک میمانخانه یا سالن بله. مکمل دیگه میگیره. خب اینطور از مشتری شما آمده که ایران مانده بشه کدام از این انتخاب کنن با این رنگ‌های مختلف؟ خب قالین هم که است مثل انتخاب عطر وارست. وقتی که مشتری ها بعضیشان میاین که برشان ما 7 8 تختی از زیر کوار میکنیم، باز اونا گم میکنن، میگه که من یا ایشه بگیریم یا ایشه بگیریم. بله ایران میمونه. بله، چون هر کدام از این زیبایی خاص داره. باز دل آدم که ازش کنده نمیشه. اگه ایشه بگیرم میگه او دیگهش مقبول است، اگه اوشه بگیره ایش مقبول است. نه است. باز بخصوص خانم‌ها که دیگه یک چیز خودش خوش نمیکنن، همه قسم چندین رنگ و دیزاین خوش میکنن. و باز یگان تا که مستقیم برام یک دیزاین آماده بشن، به مثل ازی که ما در جریان برنامه بودیم، یکی از دوستای ما آمدن اون چیز را که میخواستن امور خریدن بسیار به یک وقت کم دوباره رفتن و بعضا بازنم قسم کنجکاو میشه کدام زیر بخرم و یا بسیار زیاد مقبول است و ناگفتن امانه که اینا باز نسبت به قاینه خاینمی یک تفاوتشان می است که فکر کنم از موادی که کار میشه دیگر چیز باشه. مترس؟ خب مواد از یام که است پشمش مرینوس کار شده، بهترین پشم است. ما دهی باز ولایتی هم کار شدگیشه داریم که مشتری قبلی ما گرفتن مدرن بود. این گلم عادی است. باز گلم مدرن که است دیگه دو زحمات یک کمک زیادتر میشه و همچنان پشم از او که است یک کمک چی بگویم برتان ثقیل‌تر است، یک کمک گرنگ است نه نسبت بر از یا. بله. خب بسیار خوب. از او هم کدام مدل یا نمونه داریم به دوستانشان بدیم؟ بله. از اونجا در داخل خیلی سراندازش هست بیار. باز در این گلم ما میتونی که در دیوار باز ببینید. در اینجا یک نمونه از اونها هم هست که مدرن است. باز اینی شیپکه است. اروپا خودش مختص نمیره داده. ما برشان بافت کردیم. اینی بک‌گراند که در دیوار دیش کار شده. بسیار خوب. بله. یون باز از خود یک داستان تاریخی داره در اروپا. باز اونو نقش هست که در اون قسمت دیوار در پشتر از قطار دیگه باز نصب کردیم. او دیگه نقشه که اونمو درش کار شده میفهمیم که او نماد هتلر است. خب بسیار خوب. بله. از اونا هم باز چطور از فروشات مردمای خارجی هم باز بله بله. ما بعضن که در یونما در داخل افغانستان که در نمایندگیشون از اونجا نمایش میبریم، باز خارجی از او خرید میکنن به خاطر از اون ما جور شده. بله بسیار خوب. باز در اونجا یک گلم دیگه داریم، گلم برجسته است. هم قالین دیش کار شده هم گلم است نه؟ بله. شیپ بسیار مقبول داره. باز در ما سایزهای متفاوت داریم. 6 متریش است، 4 متریش است، 3 متر مربعش است، 9 متریش است تا 12 متر دوام داریم. اونم دیزاینکایی که کار شده به شکل لوزی. بله. اونا دیگه برجسته هستن. ماده میشه. قالین است که دیش کار شده به شکل برجسته. به شکل برجسته. او هم زیاد مقبول است و کلان هم است نسبت به سایزهایی که نشان دادیم و از این سایز که بخورتر. خب دوستای عزیز شما منتظر باشین، یک چند دیزاین دیگر همچنان که به شما گفتیم داخل برنامه به شما نشان میدیم. عزیزان دل، کسایی که این قسم گلیم های بسیار مقبوله باش دیزاین های مدرن خوش دارن دیگه این ببینین این هم یکی از نمونه هایش هست. میشه بر ما بگوین که اینا چی فرق نسبت به دیگر گلیم های شما دارن؟ بله باز اینی را که است پشمش پشم ولایتی است. بله. و همچنان باز در نقشهایش باز متفاوتیت خود داره. چون ما اگر تمامش در یک نقشه باز جور کنیم تفاوت از این معلوم نمیشه که کدامش مدرن است کدامش ساده است عادی است نه؟ بله. باز گلم مدرن است. و پشتش هم شما دوستان عزیز ببینید خط که مقبول است و سایزش خورده است. یکی اینی گلم ماست که نمونه از او گلم برجسته ماست. خب بسیار. باز یک شیپک بسیار مقبول هم پیدا دوستا ببینید شما این هم یک دیزاین دیگه که شکل هایی که به شکل قلب کار شده برجسته هستن. گفتین قالین کار شده نه به شکل قالین است. این هم بسیار مقبول است. باز برای دهلیز اینا اگه استفاده کنین ترمی دیزاینش بسیار مقبول معلوم میشه. خوب ایره بعض وطندارای ماست که در اتاق خواب استفاده میکنن بسیار مقبول معلوم میشه. باز رنگ متفاوت هم داره و چون در دیوار ما رنگش بود این رنگ سیاه و سفید بسیار مقبول
میشه که در بعض اتاقایی که مثلا تختشان است، الماریشان است، به می رقم جورش کردن یا پردایشان است، بسیار مقبول میگه. بسیار خوب. و حالا میفهمین که دوستای عزیز موضوعاتشون فقط اون یک قسمت که خورد از اون اتاق فرش میکنن یا گلیم میگیرن خلاص دیگه تمام اتاق فرش نمیکنن و باز از این گلیم ها استفاده کنین نموده وسط یا در اون گوشه به گفتی هارون جان بسیار مقبول معلوم میشه. دیگه فکر کنید که اینمی دیزاین ها به اون یک چیز ساخته شده اتاق ها. خوب تشکر بسیار زیاد از اینکه امروز وقتتان بر ما دادین. سلامت باشین، بخیر باشین، خوش آمدین. باز هر وقت انشالله که برنامه‌ای که وطندارای ما تقاضا کردن بیان انشالله ما بهترین قالینا رو برشان به نمایش میمانیم با کوالیتیش بالا. انشالله میتونن که یک کیفیت خوبه، یک جنسیت خوبه از قالین فروشی یونس بافت انشالله به دست بیاریم. بله. اگر در اخیر کدام پیام داشته باشین برای دوستای عزیز ما بگوین و آدرس و شماره تماس همچنان که همراه خود شما باز در ارتباط شون بخاطر راهنمایی یا که اگر بخواین از اینا دوست داشته باشن خرید بکنن. وطندارای ما میتونن که در صورتی که قالینای وطنی خرید بکنن، جنس خوبش، گلمه خوبش انشالله خرید بکنن. پیجای یونس بافت تعقیب بکنن. پیجای ما به نام خود از این دکان ماست، قالین فروشی یونس بافت است. باز میتونن که اگر به شکل حضوری بیاین چمن حضوری مارکت رحمانزاده قالین فروشی یونس بافت است و همچنان شماره تماس ما 0783 61 65 84 است. میتونن که از طریق واتساپ و یا از طریق تماس انشالله که ما تماس بگیرن و همچنان به وطندارای ما یگانه چیزی که ما ازشان تقاضا میکنیم و خواهش میکنیم از محصولات وطن ما شما استفاده بکنن. همیشه ما در اخیر برنامه ما از وطندارای ما خواستیم چون تولید وطن ما رشد میکنه. مثلا اگر اونا قالینای ترکی ایرانی به کیفیت اگر اونا میخرن پولش به ترکیه و به ایران میره، به جیب تاجرای ایران و ترکیه میره. اگر وطندارای ما از محصولات و از تولیدات خود ما اگر استفاده بکنن وطندارای خودشان حمایه میشه و همچنان پولش خارج از کشور نمیره، در داخل افغانستان گردش میخوره و اقتصاد وطن ما جور میشه، اقتصاد خانواده ما و شما بلند میره. بازم دیگه از اینکه وطندارای ما بدون خستگی برنامه ما را تعقیب کردن ازشان تشکر میکنیم. وقت همشان خوش. بسیار زیاد یک گپای اما تو خوبه گفتن که دیگه ضرورت نشد که داخل برنامه ما چیزی بگویم. فقط دم قدر میگم که اگر از دختر خانم ها حمایت کنین بهترین حمایت اینمی است که قالین های دستباف و گلیم های دستباف وطنی را خرید بکنین. برای نشر تبلیغات، اعلانات و همکاری با برنامه های چنل یوتیوب پنجره افغانستان به شماره واتساپ زیر به تماس شوین و همچنان اگر میخواین که کدام فروشگاه دیگه را به شما به معرفی بگیریم بر ما در کامنت نوشته کنین. هر سوال، انتقاد، پیشنهاد در مورد برنامه های ما می داشته باشین بر ما در کامنت بنویسین. ما حتما پاسخگو هستیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.